حضرت شمس الدین احمد افلاکی از کتاب مناقب العارفین یک داستان و یک تمثیل بسیار زیبایی را از زبان حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی می آورند. و واقعا عزیزان، ما در بزرگی، شکوه، شهامت و اندیشه های بکر و تازی حضرت مولانا هیچ شک و شبهه نداریم. افلاکی در کتابش قید میکند که حضرت مولانا روز فرزند خود را نصیحت کردند که اگر تو دوستانی زیادی داشته باشی و با دوستانت در بهترین روزهای حیاتت اگر به سر بری، ودان که تو آن روز در بهشتی. یعنی انسان هر وقت که یک دوست را به خوبی یاد میکند، او احساس خوشحالی و خوشنودی میکند. و حضرت مولانا میگویند که فراموش نکن که هر وقتی که یک نفری را که بد میبینی و او رو یاد میکنی از روی نفرت و از روی یگان کمبود، تو خواهی نخواهی غمگین خواهی گردید و افسرده و آن روز و تو در آن لحظه برای خودت دوزخی ساختی. یعنی به خوبی یاد کردن دوستان انسان را در بهشت میگذارد و افراد منفی را که ما با آنها نظری نیک نداریم، با آنها دیدی خوب نداریم، برای ما یک دوزخی را فراهم میکنند. حضرت سعدی انسان دوست میگویند که چو زنجیر بسته در پیش دوستان، به که ز بیگانگان در بوستان. منظور چیست؟ منظور این که ما انسان ها با یک تخیل، با یک اندیشه های بالایی خودمان را در رنج، در عذاب میگذاریم تا اینکه فردا بهشت برای ما میسر شد و نوشیدن آب کوثر برای ما نصیب گردد. و در این مورد ابو علی ابن سینا هم میگویند که بهشت و دوزخ در باطن توست. اگر به زندگی، افراد و اطرافیانت نیک نظر کنی، نیک ببینی، نیک اندیشی، تو برای خودت بهشتی را خلق میکنی. و اگر بر ضد این، تو بدان که برای خودت جهنم می ساختی و در آن زندگی خواهی کرد. بسیاری از افراد و خصوصا مردم ما تاجیکان بیشتری وقت یا پر به سالم نگهداری جسم پردازیم و یا پر به آموزش و پرورش. اما تحقیقات ها امروز نشان میدهند که جسم و روح یا جسم دانش، اینا هر دو در یک جایگی ناقصند. در برابر آن که ما مطالعه و میخوانیم و مثلا میآموزیم، ما باید همان قدر به جسم خود هم توجه کنیم و یا همین قدر که به جسم خود میاندیشیم و به تمرینگاه میرویم و ورزش میکنیم، برای ورزش عقل نیز همان قدر وقت جدا کنیم و همان کارها را کنیم و این دو در یک جایگی یک شخصیت زیبا و یک جسم زیبا را خلق میکنند. و در این صورت است که ما میتوانیم هم از زیبایی های زندگی لذت ببریم و هم از سالمی جسم خود بالیده روح کردیم. زیرا اگر جسم سالم بود، اگر جسم سالم باشد،
انسان خیال راحت میکند و یا به قول حضرت سعدی که چو عضو بردرد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. یعنی یک جزوی جسم ما اگر بیمار باشد همان روز روحی ما نیز خراب خواهد گشت. به همین خاطر قانون موفقیت میگوید که اگر ما در جسم سالم روحی سالم داشته باشیم ما به دیگران شادی خلق میکنیم و این قانونی بومیرنگ است که وقتی که شما به دیگر کس شادی بخشیدید، شادی تحفه کردید و آن شادی دوچند به استقبال شما خواهد آمد و در این صورت است که شما یک روزی زیبا، یک روزی خوش و یک بهشت برای خود ساخته باشید. چی گفتنیم عزیزان؟ ما که یک عائله هستیم، بله، نفری که خودی حال شما را میبینید، شما عائله ما هستید و ما عائله شما هستیم و عائله سالم همانی هست که ما همدیگر را کامل و سالم نگه داریم، به همدیگر عشق بورزیم، به همدیگر احترام گذاریم و همدیگر را احترام و احتیاط کنیم. در این صورت است که ما رشد و کمال خواهیم یافت. به همین خاطر مواظب هم جسم و هم اندیشه خود باشید، چون به این نکته وقتی حضرت مولانا، حضرت سعدی و تمام بزرگان ما میپردازند، این معنی آن را دارد که ما باید ابیرگان و دوام دهنده نسل ایشان باید این اندیشه ها را قدر کنیم و در زندگی خود استفاده بریم. به همین خاطر به همین شما روحی بالیده، جسم سالم و اندیشه سالم را آرزومندیم. هر کجای باشید شاد و مسرور بمانید، با مرکز خیرات بمانید تا بهترین ها را بشنوید.